زندگی عجیب است. انسان ها نیز گوناگونند. یکی ثروتمند، دیگری کمبغل. یکی فرزندان زیاد دارد، دیگری به ناخون فرزند زار. میخواهم از حیات نفری برایتان نقل کنم. اولین مراتبه با گریه چشمانم را به دنیا باز نموده زنی را دیدم با چشمانی پری آب و لبانی پر از تبسم مرا به آغوش گرفته بود. مادرم از تولید من چنان شادی میکرد، چنان شاد بود مثل کبوتری خوشبخت در آسمان پرواز داشت. اما شادی مادرم دیر دوام نکرد. بعد از تشخیص من طبیبان گفتند که در آینده من راه گشتن نمیتوانم. از شنیدن این خبر زمین و آسمان به سر والدانم فرو رفت. مادرم را بارها می دیدم با خداوند گفتگو می کرد و به من تنی سالم و پای روان می طلبید. و حتی روزی گفت پروردگارا پای مرا بگیر و به فرزندم بده تا راه گشتن پسرم را ببینم. خرد بودم، برداشتنم آسان. وقتی کلان شدم احساس میکردم که قوت مادرم نمیرسد. بیشتری وقت پدرم در کار بودند و نگاه بین من بر دوش مادری رنجورم بود. مادرم چنان به من آواره گشت و از سلامتی خودش بیخبر ماند. روزی مادرم افتید و از هوش رفت. یاری تجیلی آمد. طبیبان اولین یاری خود را رسانیدند. مادرم به هوش آمد و طبیبان گفتند که مادرم باید حتما از تشخیص گذرد. روزی دیگر مادرم با همراهی پدرم رفته از تشخیص گذشتند. تشخیص معین نمود که مادرم به بیماری سرطان مغز سر گرفتار شدند. از شنیدن این خبر دنیا به نظرم تاریک گشت. از همه علم‌آورش آن بود که به زندگی مادرم روزهای با شمار مانده بود. برای چی تقدیر اینقدر نسبت من تلخ است؟ مگر دردی خودم بس نبود؟ بی مادرم من چگونه زندگی میکنم؟ این خبر شوم به همه خویش و تبارانم پهن گشت. همه به خانه امان آمدند و به خلاصه آمدند که مرا برای جراحی به آلمان میفرستند. گرچند من راضی نبودم، آنها الکی مبلغ زیادی را جمع نموده اندیشه متخصصی را گرفته مرا گسیل کردند. تشخیص طبیبان آلمان معین نمود که بعد از جراحی من میتوانم راه گردم. از شنیدن این خبر والدان من همه خوشحال بودند، علل خصوص مادری که تمام عمر میخواست راه گشتن مرا ببیند. بعد از 2 ماه جراحی با پای روان به خانه آمدم. مادرم الکی در بستر بیماری بود. بیبی و خاله هایم او را نگاه میکردند. تازان آمدم مادرم را به آغوش گرفته گفتم مادر جان تو پایهایت را به من دادی، تو باید زندگی کنی، من نمیگذارم که تو ما را ترک کنی. گویان فغان کردم. همه گریستند. آمد به سرم از آن چی می ترسیدم. مادری مهربانم مرا ترک کرد. پس از جنازه مادرم صبحی بر وقت به سر قبر مادرم آمده فریاد زدم. اگر من سالم می بودم
شاید مادرم زندگی میکرد. پروردگارا، هیچ فرزند را بیمار نگردان، زیرا از دیدن دردی فرزند دل مادر میشکند.